کشور خوش‌ساخت که اونقدر سنگ مرمر زیادی توش استفاده شده که رکورد جهانی گینس هم از آن خودش کرده. اگه دوست دارید با عجیب ترین کشور که شباهت‌های جالبی با کره شمالی داره آشنا بشید، تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. جمهوری ترکمنستان کشوری محصور در خشکی واقع در آسیای مرکزی است. این کشور از شمال با قزاقستان و ازبکستان و از جنوب با افغانستان و ایران همسایه است و از غرب از طریق دریای خزر با کشور جمهوری آذربایجان و روسیه مرز آبی دارد. در اواخر قرن 19 ترکمنستان امروزی به شکل اساسی به وسیله استیلا و یورش امپراتوری روسیه دچار تغییر شد و پس از انقلاب 1917 روسیه با شکلگیری اتحاد جماهیر شوروی به یک جامعه لنینیستی مطلقه تبدیل شد. در سال 1991 میلادی ترکمنستان به استقلال رسید. پیش از سال 1991 و انحلال شوروی با عنوان جمهوری شوروی سوسیالیستی ترکمنستان یکی از جمهوری‌های اتحاد شوروی بود. ترکمنستان در میان کشورهای جهان جایگاه چهارم را در میزان ذخایر ثابت گاز دارد. نام کشور ترکمنستان از دو بخش ترکمن و ستان تشکیل می‌شود که به معنی سرزمین ترکمن هاست. 70% مساحت ترکمنستان را بیابان قرقوم تشکیل می‌دهد. در این بیابان در هر جا که آب وجود داشته باشد روستاها و شهرهای بزرگ و پرجمعیتی به وجود آمده است. ترکمنستان دارای اقلیم خشک است ولی ناحیه رشته‌کوه کپداق در جنوب کشور و نزدیکی مرز ایران آب و هوای مناسبی دارد و اشقاباد و مرو و سایر شهرهای مهم در این ناحیه هستند. رودهای مهم ترکمنستان از کشورهای همسایه یعنی ایران و افغانستان سرچشمه می‌گیرند که مهمترین آنها آمودریا که در گذشته جیهون و سیردریا که سیهون نام داشته، اترک و مرغاب بوده که از ارتفاعات کپداق سرچشمه می‌گیرند. استفاده نادرست و سدهای زیاد باعث خشک شدن دریاچه آرال در این کشور شده است. ترکمنستان با بیش از 7 میلیون نفر جمعیت 104مین کشور پرجمعیت جهان است. این کشور کم جمعیت‌ترین جمهوری در آسیای مرکزی است. پایتخت و بزرگترین شهر این کشور اشقاباد با بیش از 1 میلیون نفر در سرشماری 2022 جمعیت دارد. زبان رسمی این کشور ترکمنی بر اساس الفبای لاتین است. بیشتر مردم این کشور از قوم ترکمن و اسلو هستند و به روسی و زبان ترکمنی شاخه‌ای از زبان‌های ترکی صحبت می‌کنند. دین اکثر مردم ترکمنستان اسلام است، اما حکومت این کشور سکولار است. ترکمنستان یک جمهوری عملاً تک حزبی است و نظام سیاسی این کشور نظام ریاستی متمرکز بر پایه تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری است. ترکمنستان با داشتن کمتر از 10,000 توریست در سال رتبه 7مین کشور کم بازدید در جهان را از آن خود کرده. میدونید چرا؟ چون سفر به این کشور به شدت کار سخت و هزینه بری است. مثل کشور کره شمالی، هر توریست باید در یک سفر برنامه‌ریزی شده با محدودیت‌های بسیار ویزا بگیرد و یک تور شخصی 4 روزه هزینه بیش از $1000 را در بر دارد. بیش از 90% از تمامی افراد شاغل استخدام دولت هستند. به همین دلیل کمترین میزان جرم را در جهان دارد. اونقدرها هم شوکه کننده نیست. جالبه بدونید که دیکتاتور سابق ترکمنستان صفرمراد نیازوف تمام ماه‌های سال را به اسم خودش نامگذاری کرده. آرغاداغ یا آرکاداغ اولین شهر هوشمند ترکمنستان است، یک شهر و مرکز اداری در شهر آخان در ترکمنستان. این شهر در جنوب غربی پایتخت اشقاباد بین شهرهای برزمین و گوکتپه واقع شده. این شهر در فاز اول با 336 ساختمان شامل مسکونی، اداری، مرکز درمانی، مراکز فرهنگی، زمین‌های ورزشی و سیستم‌های پیشرفته مهندسی و ساختمان‌های عمومی و امکانات آموزشی در نظر گرفته شده. همه اینها طی 4 سال پس از راه‌اندازی پروژه در سال 2019 انجام شد. این شهر در تاریخ 29 ژوئن 2019 افتتاح شد. در این شهر مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی با سیستم‌های دیجیتال یکپارچه شدند و تمامی ساختمان‌های مسکونی و اداری دارای فناوری هوشمند هستند. اما جذابیت آرکاداغ فراتر از این ساختارهاست. این شهر هوشمند برای همزیستی هماهنگ با محیط سبز طراحی شده است. ترکمنستان به علت دارا بودن 4مین منبع گاز طبیعی یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه است. کشوری خوش‌ساخت که پایتختش با سفیدترین سنگ مرمری که تا به حال دیدید تزیین شده است. ساختمان‌های زیبای وزارت کشور ترکمنستان، پارلمان ترکمنستان، وزارت آموزش و پرورش ترکمنستان
و زیباترین وزارت امور خارجه که قسمت طلایی نشانه ترکمنستان است. کشوری پر از مناظر تاریخی و دیدنی. کاخ روحید کاخی در شهر اشخاباد است. در این کاخ رویدادهای رسمی دولتی، مجمع‌ها، نشست‌ها، همایش‌ها، مراسم تحلیف، کنسرت‌ها و جشن‌ها برگزار می‌شود. دروازه جهنم یا دروازه دوزخ، یک میدان گازی در کنار روستای دروازه در قرقم استان آخال ترکمنستان است. روستای دروازه در میانه صحرای قرقم در فاصله 260 کیلومتری شمال شرق اشخاباد قرار گرفته. گودالی عظیم به قطر حدود 70 متر و گودی بیشینه تا 20 متر که در آتش ناشی از تراوش گازی طبیعی از سال 1349 شمسی در حال سوختن است و بوی گاز و ترکیبات دارای گوگرد آن تا مسافت زیادی در اطراف گودال به مشام می‌رسد. محدوده حرارت غیرقابل تحمل آن تا حدود 60 متری از لبه گودال می‌رسد. کهنه گرگانج یا کهنه اورنگ که در گذشته به آن گرگانج گفته می‌شود، نام شهری باستانی در شمال شرقی ترکمنستان است. این فواره دارای بیشترین تعداد استخرهای فواره جهان در یک مکان عمومی است. این فواره یکی از نمادهای اصلی شهر است. آرامگاه ابوسعید ابوالخیر عارف و دانشمند به نام قرن چهارم و پنجم قمری که در 130 کیلومتری جنوب شرقی ترکمنستان است. مسجد آزادی در بزرگداشت اولین پادشاه عثمانی و پایه‌گذار خاندان عثمانی بنا شده است، با 4 مناره، یک گنبد مرکزی و تزئینات فراوان داخلی و شیشه‌های رنگی. بنای یادبود استقلال از مهمترین جاذبه‌های شهر اشخاباد پایتخت ترکمنستان است که در بزرگداشت استقلال کشور در سال 1991 برپا شده است. پارک استقلال تجسمی از روح ترکمنستان مدرن به شمار می‌رود با مساحتی معادل 140 هکتار. رئیس جمهور ترکمنستان و شخص اول این کشور از هنگام استقلال تا سال 2006 صفرمراد نیازوف بود. عنوان ترکمنباشی به او رسما اختصاص داده شد. پیش از تصویب رئیس جمهور مادام‌العمر، او تصمیم داشت ترکمنستان را به حکومت پادشاهی تغییر بدهد و از لقب و عناوین مانند شاه یا سردار در خطاب‌ها استفاده می‌کرد. در جای جای ترکمنستان مجسمه‌ها و تصاویر صفرمراد نیازوف همچنان هست. از سال 2006 تا سال 2022 رئیس جمهور کشور قربان قلی بردی محمدوف بود. سپس در مارس 2022 سردار بردی محمدوف بر اساس آرای انتخاب ریاست جمهوری جایگزین پدرش و رسما سومین رئیس جمهور ترکمنستان شد. سیاست ترکمنستان بی‌طرفی در مسائل جهانی و منطقه است. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید و مثل همیشه با لایک و کامنتاتون از من حمایت میکنید.